امروز تو این ویدیو میخوایم با هم دلایل ارزش سکه و محاسبه حباب سکه رو یاد بگیریم. اگر بخوایم به طور خلاصه دلایل ارزش سکه در میان معامله‌گران در طول زمان رو توضیح بدیم، میتونیم به نقدشوندگی بالا، افزایش ارزش در طول زمان و مطابقت با بودجه هر فرد که یکی از سه اصل مسئله خریدار است اشاره کنیم. حباب سکه به وضعیتی گفته میشه که قیمت سکه بیش از ارزش واقعی اون افزایش یابد. این حالت معمولاً به دلیل هیجانات سرمایه‌گذاران، انتظارات غیرواقعی از آینده قیمت‌ها، انتظارات تورمی و عوامل اقتصادی همچون نوسانات ارزی و عدم شفافیت در بازار ایجاد می‌شود. زمانی که این حباب می‌ترکه قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و ممکن منجر به ضرر سرمایه‌گذاران شود. با کسر قیمت روز سکه از ارزش ذاتی اون میتونیم به حباب سکه برسیم. برای به دست آوردن ارزش ذاتی یک سکه باید یک سری مراحل رو انجام بدیم. اول اینکه ما میدونیم هر اونس طلا 31.1 گرم است. پس با تقسیم قیمت روز هر اونس طلا بر 31.1 میتونیم به قیمت 1 گرم طلا برسیم. و برای به دست آوردن ارزش ریالی اون با ضرب قیمت روز دلار در فرمول میتونیم به ارزش 1 گرم طلا به ریال دست پیدا کنیم. ما تا الان قیمت رو برای 1 گرم به دست آوردیم. پس برای محاسبه ارزش و قیمت ذاتی یک سکه باید وزن اون رو در فرمول مربوطه ضرب کنیم. ما میدونیم سکه تمام 8.133 هزارم گرم، نیم سکه 4.66 هزارم گرم و به همین ترتیب ربع سکه 2.33 هزارم گرم است. مورد بعدی که باید تو محاسبه در نظر گرفته بشه عیار سکه است. طلای 24 عیار 100% طلای خالص، طلای 21 عیار 87.5% طلای خالص و طلای 18 عیار 75% طلای خالص است. پس به طور کلی برای محاسبه ارزش ذاتی یک سکه ما باید قیمت اونس طلا رو در قیمت دلار در وزن سکه و عیار ضرب کرده و تقسیم بر 31.1 بکنیم و این عدد رو در حق ضرب سکه جمع کنیم که این حق ضرب سکه معمولا ناچیز و اندک است.